اگر دوست دارین یه دونه فندک خراب و دوباره احیا کنین و تبدیلش کنین به یه دونه فندک برقی که به این صورت کار کنه، حتما تا آخر این ویدیو همراه من باش. قبل از اونم بریم برای تستش با یه دونه دستمال کاغذی ببینیم آتیش میزنه یا خیر. کامونطور که میبینین کاملا آتیش زد دستمالو. بزن برای ساختش. لیتس گو. سلام، من آریا هستم و به ویدیو جذاب دیگه خوش اومدید. یه دونه فندک RGB تیکه پاره داریم که کلا خراب شده و فقط یه دونه بدنه مونده که گاز هم نداره، کلا یه لیدیش کار میکنه. قراره اینو احیا کنیم و تبدیلش کنیم به یه دونه فندک برقی که با کلید کار کنه. برای این کار نیاز داریم به دو تا باتری 3.7 ولتی که به صورت سری شدن و الان 7.4 ولتاژ دارن. رو داخل فندک خودمون قرار میدم و به این صورت میشه. این قسمت که مال شعله اتمی این فندک بوده رو هم در میارم، نیازی به این قسمت نداریم. بعد از اون باید این قسمت رو من چسب بزنم کاملا و تا جایی که امکان داره چسبشون بزنم. باتری داخل جای خودشون فیکس شدن و دیگه تکون نمیخورن. ما نیاز داریم به یه دونه قطعه که فیوز هستش و کارش زیاد چیز مهمی نیست، دو تا پایه است که ما باید المنت رو این قسمت وصل کنیم. این قطعه رو میتونین از داخل بردهای لامپ‌های LED کم مصرف در بیارین. این قطعه هستن که این روکش اگه وردارین یه حالت دو پایه فیوز مانند دارن که فیوز این لامپ هستن. اون فیوز سیمش رو برمی‌داریم و به جای سیمی که اینجا قرار داره من از سیم المنت بخاری های آکواریوم استفاده می‌کنم. یه بخاری بوده که خراب شده، این سیم المنتشه. شما میتونید از سیم المنت هویتتون یا جای دیگه که سیم المنت داره رو استفاده کنید. برای این کار مقدار خیلی خیلی کوچیک از این سیم رو برمی‌داریم به مقداری که نیاز داریم. حدوداً همینقدر برای ما کفایت میکنه. این مقدار برای ما کفایت میکنه. من این مقدار رو قیچی میکنم. خب همین مقدار برای ما کفایت میکنه و این مقدار رو در این قسمت فیوز مانند خودم به صورت که میبینین قرارش میدم. دو تا پیمو باز میکنم و قرار. کار فیوز تمام و همونطور که میبینین سیم المنت بین دو پایه قرار گرفته. حالا فقط باید یکی از پایه‌های فیوزم به مثبت یا منفی باتریم لین کنم که این کار رو انجام میدم. حالا بعد از اون نیاز دارم به یه دونه کلید که من از یک کلید فشاری استفاده میکنم به این صورت قطع و وصل بشه. یکی از پایه‌هاشو وصل میکنم به پایه مثبت